سلام شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. ممنون از اینکه ماجیک کریپتو بولز رو فالو میکنید. من پوریا نیکبخش امروز چهارشنبه 19 آذر با تحلیل روزانه بیت کوین در خدمتتون هستم. خب بچه‌ها، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و از دامپ بیت کوین در امون مونده باشین، همونجوری که دیدین و همونجوری که برای بچه‌هایی که توی اینستاگرام و یا توی توییتر هستن من اعلام کردم و امروز حتی قبل از اینکه دامپ انجام بشه رد آلارت گذاشتم و گفتم که مارکت میتونه قابلیت بریکات داشته باشه به سمت پایین و حالا امیدوارم که شما دوستای عزیز اینا رو دیده باشین و تونسته باشه بهتون کمک کنه. anyway طبق روال همیشگی و اینکه بچه همونجوری که در جریان هستین ویدیوهای ماجیک کریپتو بولز پرایوت شده به خاطر چندین دلیل. یک، به خاطر اینکه خب یه سری از بچه‌ها سوء استفاده میکردن. دو، یه سری از تارگت فروش‌ها از این تارگت ها استفاده میکردن و بابت تارگت هایی که میگرفتن مردم رو $50 به بالا شارژ میکردن. پس من دست این آدما رو از این ویدیوها قطع خواهم کرد. و سه، اینکه اگر چیزی نشون داده اگر چیزی فری باشه و مجانی باشه شما دوستای عزیز قدرش رو نخواهید دونست. به خاطر همین من ویدیوها رو پرایوت کردم. البته برای شاگردای خودم و برای بچه‌ای که تازه دارن آموزش میبینن همچنان بازه و ماهیانه شارژ بابتش پرداخت میکنن. برای کسایی که بازه این پول هایی که جمع میشه به نیازمندان و فقرا میتونه کمک کنه. با همین $20 ها میشه به چندین خانواده ایرانی که واقعا احتیاج به کمک دارن کمک کرد و پرچممون میره بالا. پس اگر شما هم همچنان دوست دارین که ویدیوها هر روز به دستتون مثل قبل برسه، البته ما یکی در میون ویدیو داشتیم ولی بیشتر توی لایف توی دیسکورد با بچه ها لایف گذاشتیم و حالا با هم صحبت کردیم و تبادل اطلاعات کردیم. anyway اگر شما هم همچنان دوست دارین که ویدیوها همچنان مثل قبل به دستتون برسه میتونین که به من مسیج بزنین و میتونین که بابت این شارژ هایی که میشه به یه سری از خانواده های ایرانی که واقعا احتیاج به کمک دارن کمک کنین. اگر شما پولی بابت این ویدیوها پرداخت کنین شما میتونین که حالا هر مقداری که پرداخت میکنین شما با دیدن این ویدیوها میتونین نوت برداری کنین، براتون مهم میشه و میتونین که راحت‌تر دیسیژن بزنین. ولی اگر برای شما رایگان باشه مثل قدیم، حتی شما دلت نمیاد لایک بزنی، حتی شما دلت نمیاد که کامنت بذاری براش، پس این ویدیوها اگر رایگان باشه برای شما دوستای عزیزم خیلی نمیتونه کمکی باشه. پس به نظر من اگر که دوست دارین که همچنان ویدیوها براتون به دستتون برسه و بتونین دیسیژن های بهتری روش بزنین میتونین که به من پرایوت مسیج بزنین و من دیتیلش رو بهتون بدم. anyway بچه‌ها، طبق روال همیشگی میبینیم که بیت کوین همونجوری که راجعش صحبت کردیم برای بچه‌ای که توی اینستاگرام و یا توی توییتر هستن دیدن که من قبل از اینکه دراپ بشه پیام دادم و گفتم آماده حرکت باشین و امروز صبح قبل از اینکه دامپ بشه من رد آلارت گذاشتم و اعلام کردم که مارکت به سمت قرمز هست و حواستون باشه. امیدوارم که شما دوستای عزیز از این دراپ حالا خیلی سنگین نیست ولی قابلیت کانتینیو داره و قابلیت این رو داره که به سمت پایین دوباره حرکت کنه. امیدوارم که شما دوستای عزیز از این دامپی که اتفاق افتاده باشه حالا شورت خونده باشین یا پروفیت زده باشین یا حداقل ضرر نکرده باشین. anyway همونجوری که طبق معمول همونجوری که می‌بینید طبق روال همیشگی تایم فریم روزانه رو داریم و می‌بینیم که موقعی که فلگ ما رو به تاپ فلگ ما رسید و از تاپ فلگ ما با کندل دیروزمون حرکتش رو شروع کرد و نتونست از فلگ بالامون و از ترند بالامون حرکت به سمت بالا داشته باشه، خیلی راحت به ترند پایینمون رسید و به سمت پایین حرکت کرد. و اگر من لاین رام رو بردارم می‌بینیم که دقیقاً به سمت پایین حرکت کرد و اینجا یه مقداری موومنت هامون همدیگه رو قطع کردن. اگر که یادتون باشه تو تایم فریم روزانه بچه‌ها ما همیشه اعلام کردم که موقعی که موومنت های ما همدیگه رو قطع میکنن باعث تغییر جهت و ترند میشن. همونجوری که میبینیم بعد از اینکه موومنت ما رو قطع کرده دامپ به سمت پایین داشتیم و کندل روزانه امروزمون زیر میدبند بی بی باز شده و زمانی که زیر میدبند بی بی باز بشه قابلیت کانتینیویشن داره و خیلی راحت میتونه خودش رو به بند پایینی بی بی برسونه. anyway من فکر میکنم که ما تازه اول راه هستیم و قابلیت این رو داره که این حالا بعد از این مووی که انجام شده و به بالا حرکت کرده حالا ممکنه که دامپی هم انجام بشه و اگر که دامپی انجام بشه و اگر که ساپورت $17800 رو بشکنه خیلی راحت بچه میتونه به بند پایینی بی بیمون که استیمیت ما هم دقیقا همینجاست به بند پایینی بی بیمون برسه و یه جایی تو باکس سبزمون حالا یا بالای سبزمون یا بالای باکس سبزمون یا
حالا یه جایی توی این محدوده حتی خرید انجام میشه و دوباره مارکت رو به سمت بالا بکشونه. anyway اگر که بند ما رو و باکس سبز ما رو بشکونه به سمت پایین، خیلی راحت میتونه دوباره تا 16200 دلار حرکت کنه و همونجوری که میبینین بچه اگر که دامپ ما به سمت پایین حرکت کنه، اگر که بخوایم رصدش کنیم، تا به الان حدوداً یه چیزی حدود 7% ریجکت شدیم و اگر تا پایین حرکت کنیم حدوداً 11% ریجکت و اگر کانتینیوش کنیم به باکس سبزمون، به باکس آبیمون، حدوداً 20% میتونیم قابلیت ریجکت رو داشته باشیم. پس اگر مارکت به سمت پایین حرکت کنه و اگر که ساپورت 17800 دلار رو بشکنه و اگر که بند پایینی بی بیمون رو تو تایم فریم روزانه بشکنه، خیلی راحت قابلیت این رو میدم که تا تا باکس پایین ما که حدودا 16700 دلار حرکت کنه و حتی خودش رو به 16200 دلار برسونه. اگر 16200 دلار رو برسونه، ببینید بچا ترند ما اینجایی که از 14000 دلار قطعش کرده و اگر که 16200 دلار رو بشکنه، خیلی راحت میتونه تا 15500 دلار دوباره حرکت کنه. anyway من فکر میکنم که خرید بسیار خوبی اینجا روی بند پایینی بی بی انجام بشه و قیمت رو دوباره پوش کنه به سمت بالا. چیزی که مهمه اینه که ما زیر رزिस्टنت 18500 دلارمون هستیم و اگر که دوباره مارکت به سمت بالا حرکت کنه، خیلی بعید میدونم بچا که خودش رو بتونه بالای میدبند بی بیمون ببینه، به خاطر اینکه یه مقداری سل پرشر داریم و قدرت فروش بیشتر از قدرت خریده و اگر که دوباره به سمت بالا حرکت کنه، حالا میبینیم که خیلی زوری هم توش وجود نداره و اگر که دوباره به سمت بالا حرکت کنه، قابلیت این رو داره که خودش رو به 18600 دلار نزدیک کنه. تا زمانی که قیمت بیت کوین زیر 18733 دلاره، من روند رو به سمت پایین میبینم و اتفاقا این هلتی بودن چارت رو نشون میده بچه‌ها و اگر دوباره به سمت پایین حرکت کنه، قابلیت خرید مجدد رو میبینم دوباره. اگر این پایین برگرده، بسیار تایم خوبی برای ورود به مارکت. پس همیشه یادتون باشه منتظر یه ترید خوب موندن بهتر از اینه که ترید اشتباه کردن. پس همیشه صبر کنین، بین ساپورتاتون خرید نکنین. هر کسی این پایین دوباره خرید کرده، متضرر ضرر شده چون مارکت یه مقداری بیشتر پایین برگشته. نمیگم که مارکت به سمت بالا نمیتونه بره، ولی با دیدن یه همچین چیزی، با دیدن یه همچین بریش انگولفینگ کندلی و با دیدن یه همچین کندل شارپی به سمت پایین، قابلیت این رو میبینم که این کندل هم به سمت پایین بره. حالا میتونه شادو بزنه و برگرده بالا، ولی قابلیت این رو میبینم که دقیقاً تا بند پایینی بیمون حرکت کنه و به سمت پایین بره. anyway تو باکس سبز ما قابلیت خرید رو مجدد رو میبینم و اگر دوباره به سمت پایین حرکت کنه، قابلیت این رو میبینم که دوباره خرید انجام بشه و قیمت رو دوباره پوش کنه به سمت بالا. anyway چیزی که الان از شارت مشخصه اینه که میتونه که خیلی راحت به سمت پایین حرکت کنه و اگر به سمت پایین حرکت کنه، میتونه اول ساپورت ما دوباره خرید موقتی انجام بشه روی 17800 دلار. اگر 17800 دلار رو بشونه، خیلی راحت میشه به پایین برگرده. anyway زور خیلی زیادی برای خرید نمیبینم بچه‌ها و مارکت تقریبا یه ذره ول داده و میتونه این ول دادن حرکت رو به سمت پایین بکشونه. anyway تو تایم فریم روزانه‌مون RSI همچنان شارپلی به سمت پایین و میبینیم که همچنان توی منطقه بریش زون گیر کرده و قابلیت حرکت به سمت پایین رو داره. anyway میتونه حتی تا پایین‌تر هم حرکت کنه. ویلیام آرمون شارپ به سمت پایین و میتونه تا حتی 100 دوباره حرکت کنه. حالا فکر میکنم دفعه قبلی که به این پایین رسیدیم حتی تا 97 حرکت کرده و حالا بیشتر از 97 نمیبینم و الان حدودا روی 92 هستیم و همچنان قابلیت این رو داره که به سمت پایین حرکت کنه، به خاطر اینکه اینجا منطقه بریسونه و دست فروشنده هاست و تا زمانی که از این زون خارج نشده، قابلیت این رو داره که مارکت به سمت پایین دوباره حرکت کنه. anyway چیزی که میبینم توی دی ام آیمون، همونجوری که میدونین من همیشه راجع به دی ام آی صحبت کردم بچا. سل سیگنال دقیقاً ببینیم این سل سیگنالمون کجا بوده و دقیقاً میتونیم ببینیم که سل سیگنالمون دقیقاً روی این کندل به ما سل سیگنال داده. ببینید تاپ این کندل تا بالای کندل رفته، کندل بعدی سل سیگنال، دقیقاً میتونیم ببینیم که سل سیگنال و مارکت رو به سمت پایین کشونده. anyway میبینیم که مومنتوم دی پلاس ما همینجوری داره کمتر میشه و این همینجوری خودش رو به سمت 20 داره میکشونه، ولی تا زمانی که موومنت دی ماینس و دی پلاس ما همدیگه رو قطع نکردن، قابلیت این رو داره که دوباره دی پلاس ما پیک بشه به سمت بالا و دوباره خودش رو از منطقه 20 حالا یا یه جای منطقه روی این منطقه به سمت بالا بکشونه. anyway
یه مقداری همچنان فاصله دارن و همچنان من ترند رو به سمت بالا میبینم، ولی موقت قابلیت این رو میبینم که به سمت پایین برگرده. حالا یه شادویی به سمت پایین بزنه، خودش رو به بند پایینی بی برسونه و دوباره پیک کنه به سمت بالا. anyway روان میشه گفت یه مقداری به سمت پایینه و فروش یه مقداری پرشر بیشتری داره و زمانی که بریکات کرده، خب اگر که بریکات کنه طبق استیمیتی که زدیم دقیقا ما رو به باکسمون میرسونه و دقیقا میبینیم که بند پایینی بی بی اینجاست. پس اگر مارکت به سمت پایین حرکت کنه، قابلیت خرید مجدد رو اینجا میبینم و دوباره میتونه قیمت رو پیک کنه. anyway روی 17143 قابلیت خوبی برای خرید. حالا میتونیم بگیم 17143 یا حدودا 17200 دلار قابلیت خرید مجدد رو میبینم. ما داریم تایم فریم روزانه رو میبینیم بچه‌ها و تایم فریم روزانه یه مقداری پلیاتش زمان میبره. خب بریم یه نگاهی به اتریوم بکنیم ببینیم مستر اتریوم چطوره امروز. مثل اتریوم همونجوری که می‌بینیم نویز دایوینگ بچه‌ها و حالا 4 ساعتش رو داریم می‌بینیم. حالا برمیگردیم تایم فریم روزانه‌ش هم نگاه می‌کنیم. همونجوری که می‌بینیم بچه‌ها تایم فریم 4 ساعته ما ریجکت شدیم از حدوداً 600 دلار و اگه یادتون باشه حالا باکسمون دوباره رفته و اینکه می‌بینیم که ما تا 623 دلار طبق چیزی که قبلا هم راجعش صحبت کردیم تا 623 دلار حرکت کرده و می‌بینیم که ریجکت شده از 623 دلار. حالا یه فیکاتی تا بالا رفته حدوداً تا 636 دلار و دقیقاً می‌بینیم که ایمیدیتلی سل فروش شده و به سمت پایین اومده و می‌بینیم که الان با باز شدن با دیدن یه همچین چیزی، با دیدن تایم فریم 4 ساعته می‌بینیم که کاملا میشه گفتش که بریکات کردیم روی 561 رو و همچنان قابلیت فروش به سمت پایین رو می‌بینم. قیمت الان حدوداً رو 547 دلار نشسته، ولی با دیدن یه همچین چیزی توی تایم فریم 4 ساعته و دیدن اینکه روی بند پایینی بی بیمون کندل به روی بند پایینیمون در حال حرکت به سمت پایینه، قابلیت این رو می‌بینم که همچنان مارکت به سمت پایین حرکت کنه. anyway ویو تقریبا اتریوم هم می‌بینیم که اگر که بیت کوین به سمت پایین حرکت کنه، اتریوم و بقیه کوین ها هم میتونن خیلی راحت به سمت پایین حرکت کنن و اگر بخوایم براش استیمیتی بزنیم حدودا میتونیم بگیم که اتریوم 9% ریجکت شده و اگر که برگردیم اگر که RSI مون رو نگاه کنیم همچنان تو منطقه بریستون میتونه حالا یه خرید موقتی انجام بشه و دوباره به تاپش خودش رو برسونه، ولی به نظر من یه مقداری مارکت سلی به نظر من میاد و اگر دوباره حرکت کنه میتونه خودش رو دوباره به 561 دلار برسونه یا خودش رو به موومنت هامون برسونه که یه جای مرز بین 571 دلاره. توتالی من مارکت رو یه مقداری به سمت پایین میبینم، اسپشیالی اینکه کندل ما زیر بند پایینی ویومون باز شده و قابلیت حرکت به سمت پایین رو میبینم. anyway میبینیم که ویلیام آرمون منطقه بریستون بچا دام پامپ اند دامپ ولی تو منطقه بریستون و قابلیت این رو داره که به سمت پایین همچنان حرکت کنه تو تایم فریم 4 ساعته و میبینیم تو تایم فریم 4 ساعته یه مقداری خرید سیگنال به من میده، ولی تا زمانی که من یه همچین فرمی رو میبینم، تا زمانی که میبینم دی پلاس ما به سمت پایین داره حرکت میکنه و ADX ما خودش رو به 20 رسونده و خودش رو داره به دی ماینز نزدیک میکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که ترند به سمت پایین کانتینیو بکنه و خیلی دور از ذهن من نیست بچه‌ها که ما حالا تو روزهای آینده دوباره به 510 دلار و یا حتی 489 دلار دوباره برسیم. میتونه که یه پامپ اند دامپی بشه، میتونه تا بالا حرکت کنه. اگر که خودش رو بالا روی تایم فریم 4 ساعت بالای 561 دلار ببینه، قابلیت این رو داره که حتی دوباره برگرده رو مرز 600 دلار. ولی با دیدن این همچین چیزی من همچنان ترند رو به سمت پایین میبینم و انتظارم میره که مارکت به سمت پایین همچنان حرکت کنه. بریم یه تایم فریم روزانه‌مون هم ببینیم و بعد حالا بریم سمت لینک. همونجوری که میبینیم بچه‌ها تو تایم فریم روزانه‌مون، حالا اگر من خطام رو دوباره این بایننس تقریبا ما خیلی اذیت میکنه و من به زودی سویچ خواهم کرد روی تریدینگ ویومون دوباره، ولی چون من روز اول به خاطر اینکه چارتمون خیلی نزدیک به شما بچه‌ها بشه، میدونم که بر بچهای توی ایران همشون بیشتریا با بایننس ترید میکنن، بایننس رو انتخاب کردم. ولی میبینیم که بسیار من هر روز مشکل دارم و چارتام همیشه حالا لاینام پاک میشه یا هر روز یه سری مشکلات جدیدی دارم. anyway سعی میکنم که حالا از سال 2021 سویچ کنیم دیگه توتالی روی تریدینگ ویو و از اونجا چارتا رو رصد کنیم. anyway چیزی که میبینم توی تایم فریم روزانه بچه‌ها بسیار 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 خراب. زیر میدبند بی بی حرکت به سمت پایین، کلوزش اگر کلوز ما زیر ساپورت 561 دلار باشه، قابلیت این رو میبینم که خیلی راحت به بند پایینی بی بیمون که یه جایی مرز بین 510 دلار نزدیک بشه. بچه‌ها 510 دلار، 500 دلار و 510 دلار ببینید تو دو تا تایم فریم بهش رسیدیم و خیلی دور از ذهن من نیست مارکت به سمت پایین حرکت کنه.
اسپشیالی با دیدن یه همچین چیزی و اسپشیالی با دیدن یه همچین کندلی و اینکه زیر تقریبا میشه گفتش که بیس لاینمون قرار گرفته، تقریبا میشه گفتش که قابلیت این رو داره که به سمت پایین حرکت کنه و خیلی دور از ذهن من نیست روی ترند ما و روی بند پایینی بی بی ما رو مرز $500 دوباره قابلیت خرید داشته باشه. حالا بین $500 و $510 دوباره قابلیت خرید رو داشته باشه و دوباره مارکت رو به سمت بالا بکشونه. ولی چیزی که الان برای من مشخصه اینه که دت کراس میبینم اینجا و میبینیم که دت کراس به سمت دت کراس عمل کرده و به سمت پایین کنده، به سمت پایین در حال حرکت. سل پرشر یه مقداری زیاده بچه‌ها و حالا میتونه دوباره برگرده بالا تا 561 ولی با دیدن این همچین کندل بریشی قابلیت این رو میبینم که دوباره مارکت به سمت پایین حرکت کنه. anyway تو تایم فریم روزانمون RSI نوز دایوین به سمت پایین و خیلی راحت میتونه پایین تر هم حرکت کنه. ویلیام آرمون بچه نوز دایوینگ شارپلی به سمت پایین در حال حرکته و میبینیم شارپلی از $594 الان حدودا $546 حدودا $50 قیمت اتریوم حرکت به سمت پایین کرده و میبینیم که بچه تو دی ام آیمون سل سیگنال بچه و میبینیم تا زمانی که دی پلاس ما به سمت پایین حرکت میکنه، ADX هم به سمت پایین حرکت میکنه و میبینیم که W پترن رو میبینیم توی دی ماینزمون و میبینیم که دی ماینز خودش رو داره به مرز 20 میرسونه و اگر بالای 20 یا 25 برسه قابلیت این رو داره که دی پلاس ما رو بشکونه و میتونه ترند رو کاملا به سمت پایین بکشونه. ولی چیزی که برای من مهمه و چیزی که برای من خیلی جالبه و میتونم با شما به اشتراک بذارم اینه که همچنان فاصله داریم بین دی پلاسمون و دی ماینزمون و دی پلاسمون همچنان بالای 24 وایساده و میتونیم انتظار یه شادو به سمت پایین رو داشته باشیم و ایمیدیتلی بای بشه اینجا. ولی اگر که به سمت پایین بره، اگر که $510 رو بشکنه، انتظار این رو میرم بچه‌ها روند خیلی خیلی راحت تغییر پیدا کنه و دوباره ما به مرز $440 برگردیم. پس اگر که اتریوم ترید میکنین یه مقداری حواستون باشه. anyway روی ترند لاینمون و anyway روی $510 روی ساپورت $500 و $510 قابلیت خرید میبینم بچه‌ها و اگر دوباره به اینجا برسه 100% بهتون قول میدم که خرید انجام میشه. حالا میتونه قیمت رو یه مقداری پوش کنه به سمت بالا. پس اگر اتریوم بازدارین قابلیت این رو دارین که اینجا بهش اضافه کنین و حالا یه مقداری قیمت خریدتون رو بکشین پایین‌تر و حالا اگر که مارکت به سمت بالا حرکت کرد حالا تریدتون رو ببندین یا از تریدتون خارج بشین. ولی anyway بچه‌ها روند رو به سمت پایین میبینم، اسپشیالی زمانی که زیر کندل ما زیر $561 باز شده 100% قابلیت این رو میبینم که تا پایین حدودا تا $510 حرکت کنه. خب بریم یه سر به مستر لینک بزنیم ببینیم مستر لینک چطور بوده امروز. مستر لینک بچه‌ها دیشب توی لایو داشتیم راجعش صحبت میکردیم و با دیدن یه همچین چیزی بچه‌ها تا دیروز تقریبا میشه گفت که ما روی ساپورت $12 مون بودیم ولی امروز میبینیم که با باز شدن کندل روزانه امروزمون کندل به سمت پایین حرکت کرده و خودش رو به بند پایینی ما رسونده و تقریبا میشه گفتش که اوپن و کلوز کندلمون زیر ساپورت $12 و با دیدن یه همچین چیزی قابلیت حرکت رو به سمت پایین میدم و قابلیت این رو میبینم که تا پایین باکس ما حرکت کنه. ببینید بچه ما از روی وجی حرکت کردیم به سمت بالا. اگر که من فیکسش کنم میبینید بچه ما دقیقا از روی وجمون حرکت به سمت بالا کردیم. دقیقا ما از روی وجمون و از روی ترند لاین پایینمون ریجکت شدیم. ببینید دقیقا بچه این کندل دقیقا روی ترند ما بوده و روی ساپورت $12 ولی میبینیم که با باز شدن کندل امروز کندل روزانه ما زیر ترند و زیر ساپورت $12 مون باز شده و الان حدودا قیمت 11.93 هست و اگر همین جوری به همین صورت کندل ما بسته بشه و اوپن ما و کلوز ما زیر ساپورت $12 بشه قابلیت اینو میبینم که خیلی راحت تا 11.44 دوباره حرکت کنه. اگر 11.44 رو رد کنه خیلی راحت تا 10.12 حرکت میتونه به سمت پایین بکنه. خیلی وضعیت خوبی نمیبینم و قابلیت خرید رو داره بچه. توی باکس ما میبینیم که قیمت کندل تا 11.5 حدودا حرکت کرده و میبینیم یه مقداری خرید انجام شده حدودا 40 سنت مارکت به سمت بالا برگشته. ولی با دیدن یه همچین چیزی، با دیدن این دد کراس، با دیدن اینکه میدبند بی بیمون اینجا رو مرز 13.6 وایساده و با دیدن اینکه نوز دایوینگ موومنت هامون بچه اینجا دوباره دد کراس میبینم حالا زیر کندل ما قایم شده و با دیدن یه همچین چیزی همچنان ترند رو به سمت پایین میبینم. تا زمانی که ما زیر $12 هستیم همچنان قابلیت این رو میبینم که ترند به سمت پایین حرکت کنه. قابلیت خرید رو داره دوباره روی 11.4 بچه ها ولی
من همچنان ترند رو به سمت پایین میبینم و اگر که یادتون باشه اگر که بخوایم براش یه ترندی بکشیم و به سمت پایین، حالا همین مقداری که به سمت پایین اومده و اگر که روی بریکاتمون بذاریم و همچنان ترند رو به سمت پایین میبینم، خیلی وضعیت خوبی نمیبینم بچه از لینک و میتونیم بگیم که لینک حالا خیلی خوب به سمت بالا میره، خیلی خوب هم به سمت پایین حرکت میکنه. anyway تا زمانی که زیر $12 زیر ساپورت $12 هست، قابلیت این رو میبینم که مارکت به صورت ماکرو بکشتش پایین و خیلی راحت میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که اگر 11.45 رو رد کنه، خیلی راحت دوباره رو مرز بین 10.89 یا 10.1 دوباره خرید مجدد انجام بشه و دوباره مارکت رو به سمت بالا پوش کنه. anyway چیزی که میبینم RSI نوز دایوینگ بچا، ویلیام آر تقریبا میتونیم بگیم نوز دایوینگ به سمت پایین، یه مقداری پیک به بالا ولی همچنان تو منطقه بریسون و قابلیت حرکت دوباره به سمت پایین رو داره. ویلیام دی ام آی مون تو تایم فریم روزانه بچا دقیقا میتونیم بگیم مرز 20 بریکات کرده، دی پلاس دی ماینس و به سمت بالا در حال حرکته و میبینیم که دی پلاس ما به سمت پایین در حال حرکته و ADX داره فرم به سمت بالا رو میبینه و اگر که همچین صحنه رو ببینم و اگر که ببینم که ما دی ماینس ما به سمت بالای 20 وایساده، قابلیت این رو میبینم که بچه به سمت پایین همچنان کندل حرکت کنه و قابلیت این رو میبینم که ما حتی از 11.45 دوباره بگذریم و خودمون رو به 10.1 دوباره نزدیک کنیم. anyway ویو خوبی نمیبینم بچه، اسپشیالی زمانی که ما زیر میدبند بی بی و زیر ساپورت $12 هستیم، قابلیت این رو میبینم که مارکت به سمت پایین حرکت کنه. خب بریم یه نگاهی به کاردانیو بکنیم ببینیم کاردانیو چطور بوده امروز. بچه ها خیلی ریکوست کرده بودن بابت کاردانو و میبینیم که بچه ها کاردانو اصلا وضعیت جالبی نداره و همونطوری که میبینین زمانی که بریکات کرده، ببینید بچه ها ما تا تاپ بندمون که حدودا تاپ رزیستنتمون حدودا تا پوینت 15 حرکت کرده و از پوینت 15 سنت ریجکت شده به سمت پایین و میبینیم که بچه ها دد کراس حرکت به سمت پایین و میبینیم میدبند بی بیمون همچنان نوز دایوین به سمت پایین. البته ما داریم 4 ساعتمون رو نگاه میکنیم بچه ها، ولی تو 4 ساعتمون میتونیم ببینیم که کاملا پوینت 141 رو بریکات کرده و به سمت پایین داره حرکت میکنه و تا زمانی که من یه همچین ویدیو میبینم، قابلیت این رو میبینم که مارکت به سمت پایین حرکت کنه بچه‌ها و میبینیم که همچنان به سمت پایین در حال حرکته و قابلیت این رو داره که خودش رو به ساپورت پوینت 12 دوباره نزدیک کنه و قابلیت این رو میبینم بین پوینت 12 و پوینت 1 و 2 دوباره قابلیت خرید میبینم و حالا پوینت 1 و 2 9 حدودا پوینت 13 دوباره قابلیت خرید رو میبینم، بین پوینت 13 و پوینت 12 قابلیت خرید رو میبینم. با دیدن یه همچین چیزی بچه‌ها زیر بیسلاینمون قابلیت حرکت به سمت پایین میبینم. حالا درسته که ما 4 ساعت تایم فریم رو داریم نگاه میکنیم ولی تا زمانی که زیر بند پایینی بیبیمون در حال حرکت، قابلیت این رو میدم که به سمت پایین حرکت کنه. anyway تو تایم فریم 4 ساعت بچه‌ها RSI ما همچنان قابلیت این رو داره به سمت پایین بره و همچنان ما توی منطقه برش کنترل هستیم. ویلیام آر بچه شارپلی همچنان تقریبا میشه گفت که نزدیک 100 هستیم و قابلیت این رو داره که همچنان مارکت به سمت پایین حرکت کنه. ببینید بچه اگر بیت کوین به سمت پایین حرکت کنه، آلت کوین ها میتونن تقریبا پرپر بشن و قابلیت این رو دارن که بیشتر حتی به سمت پایین حرکت کنن و ویو خیلی خوبی نمیبینم بچه از آدا. اگر که تو تایم فریم روزانه رو نگاه کنیم بچه دقیقاً همون جوری که بهتون گفتم بچه پوینت 1 و 2 تقریبا میشه گفتش که بند پایینی بیبیمون یه جایی مرز بین پوینت 1 و 2 قرار گرفته و اگر قیمت به سمت پایین بیاد، ببینید بچه ما دقیقاً از میدبند بیبی بریکات کرده، به سمت پایین حرکت کرده، نوز دایوین به سمت پایین حرکت کرده و میبینیم که دقیقاً روی این مرز قابلیت خرید مجدد رو میدم و اگر که دوباره به اینجا به این باکس ما برسه، قابلیت خرید رو میدم و قابلیت خوبی برای خرید مجدد، حالا تمپرری، ولی اگر که پوینت 1 و 2 رو بشکونه خیلی راحت میتونه تا پوینت 11 دوباره حرکت به سمت پایین انجام بده. همونجوری که میبینیم ویو خیلی خوبی نمیبینم ازش و همونجوری که مشخصه بچه RSI شارپلی به سمت پایین در حال حرکته، ویلیام آر شارپلی همچنان به سمت پایین، حتی تو تایم فریم روزانه بچه به 100 رسیده و همچنان میتونه پایین تر هم بره و اگر که بیت کوین به سمت پایین حرکت کنه، میبینیم بچه آدا، کاردانو ریپل و حتی اتریوم بیشتر افکت میدن و قابلیت پایین تر رفتن رو همینجوری که میبینین دارن بچه ها و خیلی ویو خوبی نمیبینم.
و تقریبا میشه گفت تا زمانی که ما زیر پوینت 1.4 هستیم بچه بسیار و قابلیت حرکت به پایین داره، میتونه دوباره به پایین بین این باکس ما برسه و بین این دوتا زون ما برسه، بین حدودا پوینت 1.25 و 1.29 دوباره برسه و دوباره قابلیت خرید مجدد رو داره. ولی با دیدن این همچین صحنه بچه من ترند رو به سمت پایین میبینم و همچنان قابلیت این رو داره که به سمت پایین حرکت کنه. anyway ویو خیلی خوبی نمیبینم از کاردانو و قابلیت این رو میبینم که مارکت به سمت پایین همچنان حرکت کنه. ببخشید بچه‌ها من این ور رو نگاه میکنم، ترید باز دارم و میخوام یه مقداری حواسم به تریدم هم باشه. و اینکه کاردانو تقریبا میشه گفت که ویو خیلی خوبی نداره و میبینیم که دی ام های ما بچه تقریبا میشه گفت که تازه روی 22 هم دیگه رو قطع کردن و با دیدن یه همچین چیزی بچه سل سیگنال و تقریبا میشه گفتش که دی ماینز ما خودش رو به بالا کشونده و مارکت رو به پایین کشونده و کندر رو به پایین کشونده و همون جوری که میبینیم دی ماینز ما از دی پلاس و ای دی اکس ما گذر کرده و دقیقا از روی ای دی اکس ما رو مرز 23 گذر کرده و قابلیت این رو می‌بینم که بچه‌ها ADX دی ماینز ما و موومنت زرد ما همچنان به سمت بالا حرکت کنه و قیمت رو به صورت ماکرو تو تایم فریم روزانه به سمت پایین بکشونه. ویو خیلی خوبی ندارم بچه آلت کوین ها اسپشیالی آدا و کاردانو و من الان دارم XRP رو نگاه می‌کنم، خیلی ویو خوبی نداره و قابلیت این رو داره که به سمت پایین همچنان حرکت کنه. anyway ما موقعی که از تاپ اینجامون گذاشتیم، از تاپ حدوداً اگر که براش یه ترند بکشیم، اسپشیالی ما زمانی که از ترند از پوینت 14 مون گذر کردیم می‌بینیم که مارکت به سمت پایین حرکت کرده و همچنان قابلیت این رو داره که همچنان به سمت پایین حرکت کنه و بسیار شرایط بعدی رو می‌بینم بچه anyway روی فب پوینت 382 مون قابلیت خرید دوباره می‌بینم یا حدوداً اگر که این رو صافش کنم یا 236 مون رو یا رو فب 236 مون قابلیت خرید مجدد رو می‌بینم و قابلیت این رو می‌بینم که دوباره مارکت رو پیک کنه به سمت بالا. anyway همچنان وضعیت یه مقداری خرابه و همچنان قابلیت این رو داره که به سمت پایین همچنان حرکت کنه. خب بریم یه نگاهی به مستر ریپل مینیپل بکنیم ببینیم مستر ریپل چطوره امروز. مستر ریپل مینیپل بچه ها تقریبا میشه گفت که خیلی راحت خودش رو داره به پوینت 48 دوباره نزدیک میکنه و قابلیت خرید مجدد رو میدم رو پوینت 48 و میبینیم که حالا تایم فریم 4 ساعته رو داریم نگاه میکنیم. ما دیشب توی دیسکورد داشتیم چک میکردیم و میبینیم که بچه‌ها تا زمانی که زیر بند پایینی بی بی حرکت میکنه قابلیت حرکت به سمت پایین رو داره، اسپشیالی زمانی که پوینت 54 رو شکونده قابلیت این رو میدم که مارکت به سمت پایین همچنان حرکت کنه و اسپشیالی ریپل هم با اومدن کوین اسپارکر اگر اشتباه نکنم زمانی که ما یه کوین فورک داره بچه مارکت رو به سمت پایین میکشونه و این از ریپل هم مستثنا نیست و میبینیم که ریپل با سمت پایین داره حرکت میکنه و اسپشیالی زیر بیسلاینمون هست و تا زمانی که زیر بیسلاین 0.54 سنتمون هست قابلیت این رو میبینم که دوباره تا 0.48 دوباره حرکت کنه و به سمت پایین برگرده و قابلیت خوبی برای خرید مجدد رو 0.48 میدم بچه‌ها. اگر که به سمت پایین حرکت کنه که حرکت میکنه، اگر که اوپن کلوز کندل 4 ساعته ما زیر 0.54 سنت باشه قابلیت این رو میبینم که خیلی زود دوباره به پوینت 48 دوباره نزدیک بشه و قابلیت خرید مجدد رو میدم اینجا اگر که به اینجا برسه و ولی چیزی که مشخصه اینه که مارکت به سمت پایینه و حالا اگر که بیت کوین به سمت پایین حرکت کنه میبینیم که آلت کوین ها تقریبا حرکت دبلی میزنن و حرکت به سمت پایین رو دارن و اگر که نگاه کنیم میبینیم که RSI تو منطقه بریستونه و حالا میتونه فرم بالا بگیره ولی به نظر من میتونه خودش رو اینجا استیبل کنه و یه مقدار بیشتر حتی پایین به پایین حرکت کنه. ویلیام آر خودش رو به باکس رسونده و دوباره ریجکت به سمت پایین تو تایم فریم 4 ساعته و همونجوری که تو تایم فریم 4 ساعته میبینیم بچه اصلا ویو خوبی نداره و میبینیم که دی ماینز ما از 23 پیک کرده به سمت بالا و خودش رو به 35 رسونده و ADX هم همچنان دنبالش به سمت بالا داره حرکت میکنه و میبینیم که دی پلاس ما به سمت پایین شارپی به سمت پایین داره حرکت میکنه. anyway با دیدن یه همچین صحنه بچه‌ها میتونم انتظار اینو بدم که خیلی راحت مارکت دوباره به پوینت 48 دوباره خودش رو نزدیک کنه و قابلیت خرید مجدد رو 0.48 میدم و اگر که دوباره به 48 برسه
قابلیت این رو داره که خرید مجددی انجام میشه و دوباره مارکت رو به سمت بالا برگردونه. anyway برمیگردیم رو تایم فریم روزانه و رو تایم فریم روزانه بچا دقیقاً میبینیم که خیلی تکنیکال بچا اوپن کندلمون زیر تقریبا کلوز کندلمون زیر میدبند بی بی حرکت یه مقداری به سمت بالا و دقیقاً نزدیک میدبند بی بی دوباره به سمت پایین برگشته و حتی بند پایینی بی بیمون بچا یه جای پایینتر رو هم حتی به من نشون میده. حتی میتونیم ما تا این شادومون به سمت پایین برگردیم. حالا تو تایم فریم روزانه میگه حتی تا 0.4 هم قابلیت این رو داره که به سمت پایین حرکت کنه. XRP و ویو خیلی خوبی نمیبینم. حالا من یه مقداری شورت هستم روی XRP و میبینیم که مارکت به سمت پایین در حال حرکته و قابلیت این رو میبینم. بچه ها ببینید ما از حدودا 0.62 ریجکت شدیم و الان تقریبا 0.54 هستیم و اگر همچنان زیر 0.54 حالا 52 هستیم تقریبا و اگر زمانی که زیر بیسلاین 54 سنت ما قرار بگیره قابلیت این رو داره که خیلی راحت تا 0.48 دوباره حرکت کنه. اگه 0.48 رو بشکنه خیلی راحت تا 0.4 دوباره میتونه به سمت پایین برگرده. ویو اصلا خوبی نمیبینم و همونجوری که میبینیم RSI بچه رو تو منطقه بریسون و تقریبا میتونیم ببینیم که تقریبا داره اینجا حرکت میکنه و میتونه اینجا همچنان حرکت خودش رو نگه داره تا زمانی که ما زیر باکسمون هستیم. اینجا منطقه بریش کنترله بچه و میتونه همچنان دست بریش باشه. حالا میتونه یه ذره نفس بکشه به سمت بالا برگرده ولی توتالی من مارکت رو به سمت پایین میبینم. اسپشیالی تو تایم فریم روزانمون بند پایینی بی بیمون یه جای مرز بین 0.4 و قابلیت این رو میبینم که تا مرز بین 0.4 دوباره حرکت کنه و دوباره میشه گفتش که رو مرز بین 0.4 قابلیت این رو داره که یک مقداری خرید انجام بشه و مارکت رو به سمت بالا حالا پوش کنه به سمت بالا. ولی anyway تا زمانی که زیر بیسلاینمون که 0.54 تقریبا من روند و ترند رو به سمت پایین میبینم. خیلی ویو خوبی ندارن اسپشیالی آلت کوین ها. همونجوری که حرکت به سمت بالا کرده بچه همونجوری هم میتونه به سمت پایین برگرده و میبینیم که خیلی راحت. حالا اگر که یه باکس دیگه هم اینجا براش طراحی کنیم میبینیم که اگر که یه ترند دیگه هم براش بذاریم میبینیم که اگر که 0.48 رو بشکونه به 0.44 و 0.4 میتونه خیلی راحت برسه. anyway ویو خوبی نمیبینم از XRP و میتونه که همچنان به حرکت خودش ادامه بده. anyway میدبند بی بیمون یه جای مرز بین 0.57 و با دیدن یه همچین کندلی و با دیدن یه همچین دو تا کندل روزانه به سمت پایین همچنان ترند و روند رو به سمت پایین میبینم. خب بریم یه نگاهی به ترون بکنیم ببینیم مستر HQ چطوره. مستر HQ بچه خیلی وقت صرفش نمی کنیم و همین رو بگم که تو تایم فریم روزانه نوز دایویم به سمت پایین تقریبا میشه گفتش که تقریبا رو ساپورت پوینت 27 خودش رو تقریبا نگه داشته ولی خیلی ویو خوبی نداره بچه ها. همون که بالا رفته رو همون رو به سمت پایین برگشته. تقریبا میشه گفتش که ما خیلی توقع خیلی روند خوبی رو نمیشه از TRX داشته باشیم و میبینیم که RSI به سمت پایین، ویلیام آر به سمت پایین، شارپلی به سمت پایین و میبینیم که DMI ما هم همینجوری به سمت پایین هستن و سل سیگنال نشون میده و اسپشیالی دی ماینز ما رو مرز بین 20 و دی پلاس ما نزدیک 23. میتونه حرکت همچنان به سمت پایین انجام بشه بچه ما حالا تایم فریم روزانه‌مون میبینیم که دیروز شارپلی به سمت پایین حرکت کرده. اگر این کندل ما به این صورت بسته بشه قابلیت این رو داره که خودش رو دوباره به ساپورت 0.27 دوباره نزدیک کنه و میبینیم که حالا بند پایینی بیبیمون یه جای پایین تره بودن رو مرز بین 2.6 و 5 تقریبا میشه قابلیت خرید مجدد رو داشته باشه دوباره قیمت رو بکشونه تا سمت 0.29 دوباره به سمت بالا حرکت کنه. ولی anyway ترند به سمت پایینه و همچنان میشه انتظار این رو داشت که مارکت به سمت پایین حرکت کنه. خب بریم یه نگاه به XLM بکنیم ببینیم XLM چطوره. استلر همونطور که میبینیم بچه‌ها تقریبا میشه گفتش که تو تایم فریم روزانه من حرکت رو به سمت پایین میبینم و قابلیت این رو میبینم که همچنان به سمت پایین برگرده. ببینید اسپشیالی بچه‌ها میدبند بی بی اوپن کلوز زیر میدبند بی بی قابلیت حرکت به سمت پایین داره و قابلیت این رو میبینم که خیلی راحت بچه‌ها خودش رو دقیقاً به پایین ما برسونه و به خودش رو به بند پایینی بی بی مون برسونه که مرز بین 1.1 و 2 تقریبا خیلی راحت میتونه به اینجا برسونه
خودش رو و دوباره قابلیت خرید مجدد رو میتونیم بدیم اگر که دوباره به این منطقه برسه. ولی anyway با سل پرشری که الان داریم بچه‌ها 4 ساعت کندلمون هم تازه بسته شده و کندل جدید باز شده و میبینیم که سل پرشر بسیار زیاده. اسپشیالی میشه گفتش که ما مارکت به سمت بالا حرکت کرده و برای آخر سال قیمت میتونه به سمت پایین برگرده، تغییر روند بده و میبینیم که مارکت به سمت پایین داره حرکت میکنه و اسپشیالی آلت کوین ها بچه میتونن خیلی راحت پرپر بشن. پس اگر آلت کوین ترید میکنین حواستون لطفا بهش باشه و استلر میبینیم که بچه روند خیلی بدی داره و مثل بقیه آلت کوین ها همچنان ترند به سمت پایین و قابلیت حرکت به سمت پایین رو داره. anyway فکر میکنم که رو مرز بین 0.133 دوباره خرید مجددی انجام بشه. حالا میتونه دوباره تا ترند ما حرکت کنه موقتا و دوباره در نهایت خودش رو به بند پایینی بی و یه جای مرز بین ساپورت پوینت یک ما دوباره نزدیک کنه. anyway میبینیم که SLR RSI مون نوز دایوین بچه ها، حتی خودش رو نزدیک صفر داره میرسونه و حتی میشه گفتش که از صفر بچه ها، حتی از صفر ما تقریبا میشه گفت میشه خیلی راحت میتونه به صفر برسونه و فکر کنم از صفر اونم حتی گذاشتیم میتونه خیلی راحت به صفر برسونه. ولی anyway اینجا منطقه بریج زونه بچه ها و قابلیت این رو داره که حالا اینجا حرکت کنه بعد به سمت بالا برگرده. anyway من فکر میکنم که ترند به سمت پایینه. حالا درسته که اگر که اینجا براش ترند دیگه هم انتخاب کنیم میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که تقریبا تا زمانی که پوینت 14 رو نگه داشته قابلیت این رو داره که برگرده بالا دوره تا پوینت 16. ولی ترند به نظر من به سمت پایین حرکت داره میکنه و خیلی راحت میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که به پوینت 13 خودش دوباره نزدیک کنه. حالا قابلیت خرید رو میدم دوباره روی پوینت 13. اگر که فیکسش کنم میشه گفت که پوینت 13 قابلیت خرید مجدد رو میدم دوباره و اگر به این پایین برسه قابلیت این رو میدم که دوباره بتونه حالا یه مقدار خرید انجام بشه. ولی در کل فکر میکنم که مارکت دوباره به سمت پایین حرکت کنه و خودش رو به دوباره به جایی که ازش حرکت کرده بین این باکس حدودا بین پوینت یک پوینت 211 و پوینت 902 دوباره نزدیک کنه. anyway قابلیت خیلی خوبی برای خرید مجدد اگر که میخواین به استلر خریداری کنین و اگر میخواین که توی سیف سایت حرکت کنین قابلیت خرید خوبی رو اینجا روی این ریژن میدم. ولی اگر که پوینت 145 ما رو بشکنه و اگر که پوینت 132 مون رو بشکنه وگرنه قابلیت خرید رو هر دو تا این پوینت میدم و میبینیم که حالا تقریبا میشه گفتش که ساپورت پوینت 14 مون رو نگه داشته و میتونه حالا یه مقداری برگرده به سمت بالا و دوباره میتونه خودش رو به پوینت 16 دوباره نزدیک کنه. بریم یه نگاهی به مستر بی ام بی بکنیم ببینیم مستر سیزی چطوره امروز. مستر بی ام بی بچه ها همونجوری که میبینیم ساپورت 28 دلارمون تقریبا بالاخره میشه گفت چیکونده مستر سیزی و تقریبا میشه گفتش که ما از ساپورت 28 دلاریمون حالا 28 دلاریمون به سمت پایین حرکت کردیم و قیمت حدودا الان 27.35 و تا زمانی که ما ترند لاین اون رو نگه داشتیم بچه‌ها قابلیت اینو داره که حالا بین این زون بازی کنه. ولی چیزی که من دارم میبینم اینه که بی بیمون دهنه بی بیمون داره باز میشه و زمانی که دهنه بی بیمون رو باز بشه قابلیت این رو داره که به سمت پایین حرکت کنه. anyway دوباره رو مرز بین 26 پوینت حدودا رو مرز 26 دلار بچه‌ها قبلا هم راجعش صحبت کردیم، قبلا هم به اینجا رسیده و دقیقاً اگر دوباره به 26 دلار برسه قابلیت اینو می‌بینم که دوباره خریدی انجام بشه و دوباره به سمت بالا برگرده حداقل خودش رو به ترند ما برسونه و اگر به ترند ما برسونه دوباره قابلیت فروش رو می‌بینم و میتونه دوباره خودش رو به مرز 22 دلار نزدیک کنه. anyway RSI ما شارپلی به سمت پایین، ویلیام آر شارپلی به سمت پایین، منطقه بریج زون و تقریبا میشه گفت بچه همه کوین ها تقریبا شبیه به هم دیگه هستن و میبینیم که دی ام آی ما پیک کرده، دی پلاس ما به سمت بالا از روی محور 20 تقریبا و خودش رو تقریبا به بالای 22 رسونده و تقریبا میتونیم بگیم که دی پلاس ما و ای دی اکس ما به سمت پایین دارن حرکت میکنن. روند خوبی نمیبینم. تقریبا میشه گفتش که یه مقداری شاید بشه گفتش که بی ام بی هم مثل بقیه آلت کوین ها روند به سمت پایین رو داره و اسپشیالی تا زمانی که زیر 28 دلارمون هست بچه‌ها، تا زمانی که زیر 28 دلار تقریبا وایساده من روند رو به سمت پایین میبینم. میشه اینجا اونجا یه ذره بالا پایین خرید و فروش انجام بشه و تا زمانی که زیر 28 دلارمونه و تا زمانی که زیر 27.77 من ترند رو به سمت پایین میبینم. anyway میبینیم که اگر که حالا من خطام رو بردارم میبینیم که میدبند بیبیمون بچه‌ها دد کراس و میدبند بیبیمون یه جای مرز بین 29.9 و میبینیم دقیقاً مارکت خیلی تکنیکال و حرفه‌ای بچه‌ها
خودش رو به میدبند بی بی رسونده. ببینید خارج شده، رسونده، ولی زیر میدبند بی بی بسته شده کندل. بچه اوپن کلاس کندل خیلی مهمه. ببینید کندل رو شکونده زیر میدبند بی بی، برگشته بالا زیر میدبند بی بی، دوباره کندل بعدی زیر میدبند بی بی و در نهایت حرکت به سمت پایین و از حدودا $30 خودش رو تقریبا میشه گفت قیمت 27.38 رسونده. ویو خیلی خوبی نمیبینم. اگر که بی ام بی ترید میکنین مراقب تریدتون باشید. خب برمیگردیم به بیت کوین بچه‌ها و من تحلیل نهاییم رو میزنم و از حضورتون مرخص میشم. بیت کوین اگر که بریم تو تایم فریم 4 ساعت میبینیم که تو تایم فریم 4 ساعت کندلمون تازه باز شده بچه‌ها و تقریبا میشه گفت که نزدیک ساپورت $17800 این یه مقداری خرید انجام شده و اگر که تو تایم فریم 4 ساعتمون یه همچین چیزی ببینیم ببینید بچه‌ها زمانی که حرکت به سمت بالا کردیم روی تاپ بند بی بیمون حرکت به بالا کرده، همون جوری زمانی که به سمت پایین حرکت میکنه زیر میدبند بی بیمون ببخشید زیر بند پایینی بی بیمون کندلمون زیر بند بی بیمون باز و بسته میشه، ترند به سمت پایین میتونه کانتینیو بکنه و میبینیم که همچنان ترند ما به سمت پایینه. حالا درسته که یه مقداری با باز شدن کندل 4 ساعتمون یه مقداری خرید به سمت بالا داشتیم، ولی تا زمانی که ما زیر $18500 هستیم من ترند رو به سمت پایین میبینم و خیلی دور از ذهن من نیستش که خودمون رو به $17800 و خیلی راحت بچه‌ها حتی از $17800 بگذریم و خودمون رو به بند به تا بند به ساپورت 17000 و حدوداً $143 برسیم. میشه انتظار خرید موقت رو داشت دوباره روی 17143. بعد انتظار داشته باشیم که یک مقداری خرید انجام بشه دوباره قیمت رو یه مقداری پوش کنه به سمت بالا، ولی با دیدن یه همچین چیزی تو تایم فریم 4 ساعت حتی قابلیت اینو میدن که خیلی زود بچه‌ها $17800 بریکات بشه و ترند به سمت پایین برگرده. میتونه که دوباره به سمت بالا برگردیم خودمون رو کندل به موومنتمون برسونه، ولی ترند یه مقداری به سمت پایینه بچه‌ها. سل پرشر خیلی زیاده و من الان دارم بیت مکس رو نگاه میکنم تقریبا میشه گفتش که همه اوردرها سل هست و سل داره کنترل میکنه. به خرسا بچه‌ها من تیشرت خرسی من پوشیدم و خرسا یه جوری دارن مارکت رو کنترل میکنن و قابل پیش بینی بود بچه‌ها و دقیقاً زمانی که ترند لاین ما رو شکون قابل پیش بینی بود که مارکت به سمت پایین حرکت میکنه و ببینید بچه‌ها خیلی حرفه‌ای. حالا اگر که تو تایم فریم 4 ساعت همون فیکسش کنیم میبینیم که بچه‌ها کندل بریکات کرده از ترند ما، کندل بعدی برگشته به ترند ما، دوره کندل بعدش شارپلی به سمت پایین حرکت کرده و میبینیم که روند خیلی راحت به سمت پایین حرکت کرده و میبینیم که از اینجا که دد کراس داشتیم روی این کندلمون دد کراس داشتیم رو محور، حالا اگر که اشتباه نکنم روی محور حدودا $19200 دد کراس داشتیم و الان قیمت حدودا رو مرز بین $17900 و تقریبا میشه گفت تقریبا $2000 ریجکت شده به سمت پایین و قابلیت این رو داره که همچنان حرکت به سمت پایین انجام بده و میتونیم خیلی راحت بچه‌ها خیلی راحت شاید خوشتون نیاد شاید دوست نداشته باشین ولی این مارکت بچه‌ها و خیلی راحت میتونه $17800 رو بهش کنه و به سمت پایین حرکت کنه. anyway اینجا قابلیت یه مقدار خرید موقت رو میدم بچه‌ها اسپشیالی با باز شدن کندل 4 ساعتمون، ولی به نظرم خیلی محکم نیاد و قابلیت این رو میدم که خیلی راحت دوباره اینجا رو بهش کنه و به سمت پایین به باکس سبزمون حرکت کنه. اگر که اینجا خریدی انجام بشه میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که تا $18500 حرکت کنه، ولی استیبل نمیبینمش و قابلیت این رو میبینم که به سمت پایین حرکت کنه. anyway تو تایم فریم 4 ساعت میبینیم که RSI مون تقریبا میتونه یه مقدار پیک به بالا داشته باشه و تو منطقه بریسون قابلیت پایین‌تر رفتن رو داره. ویلیام آر تقریبا یه مقدار پیک کرده ولی زور کمی داره و تقریبا میشه گفتش که میتونه روی همین منطقه باقی بمونه. اسپشیالی دی ام آی بچه‌ها یه مقداری بای سیگنال میبینم و ولی چیزی که برای من مهمه اینه که دی ماینز ما 35 و ADX ما حدودا 29 بچه‌ها قابلیت این رو داره که ADX ما به سمت بالا دوباره حرکت کنه و میبینیم که دی ماینز ما همچنان به سمت پایین در حال حرکته. وضعیت خوبی نمیبینم بچه‌ها و انتظار اینو میبینم که ترند رو خیلی راحت ساپورت ما رو ساپورت $17800 رو خیلی راحت بشکنه و به سمت پایین دوباره حرکت کنه. یه تایم فریم 12 ساعته هم ببینیم و من از حضورتون مرخص بشم. و تو تایم فریم 12 ساعته بچه‌ها ببینید چیزی که راجعش صحبت میکنم همونجوری که میبینید بی بی ما تقریبا داره باز میشه اصلا و قابلیت حرکت رو داره و خیلی ویو خوبی نمیبینم بچه‌ها. توی 12 ساعت هم همونجوری که میبینید RSI شارپلی به سمت پایین، ویلیام آر همچنان شارپلی به سمت پایین بچه‌ها. خیلی عجیب خوشم میخواد
نزدیک 100 برسونه حتی و توی این منطقه میتونه حرکت کنه و توی این منطقه میتونه بمونه و با دیدن تایم فریم 12 ساعت DMI بچه‌ها ADX داره به سمت بالا برمیگرده و دی ماینس ما بالای 25 تقریبا و اگر که راجع صحبت کردیم اگر که یادتون باشه DMI ما زمانی که بالای 25 مایسه قابلیت کنترل داره و قابلیت این رو میبینن که مارکت رو همچنان به صورت ماکرو به سمت پایین بکشه. همونجوری که گفتم روی ساپورت 17800 دلار یه مقداری خرید موقت داریم ولی من ترند و کندر رو به سمت پایین میبینم و خیلی دور از ذهن من نیست بچه‌ها همونجوری که استیمیت زدیم به 17143 دلار حرکت کنه. دم همتون گرم. اینا از تحلیل امروزمون. امیدوارم که به شما دوستای عزیزمون کمک کرده باشه. من این ویدیو رو پرایوت نخواهم کرد به خاطر اینکه دوست دارم به شما دوستای عزیزم کمک کرده باشه. پس لایک و شیر یادتون نره و برای بقیه دوستاتون هم بفرستین و منو یه ذره خوشحال کنین. و اینکه بچه‌ها یادتون باشه توی تحلیل 14 آذر جمعه تحلیل بلند مدتمون هشتگ ماجیک کریپتو بورس قیمت بیت کوین رو تو سال 2021 حتما ذکر کنین. حالا اگر نظری چیزی هم دارین بذارین ولی هشتگ ماجیک کریپتو بورس باید پشت سر هم باشه و فاصله هم ندین. اگر که دوست دارین تو قرعه کشی این هفتهمون شرکت کنین که 5 تا برنده داره و برنده هامون 3 نفرشون قابلیت اینو دارن که من 1 ساعت باشون پروفشنال کار کنم. حالا اگر که کمکی چیزی میخوان تو اون 1 ساعت بتونم بهشون کمکی بدم و 2 نفرشون قابلیت این رو دارن که حالا ویدیوهای پرایوت به صورت پرایوت قابلیت دسترسی برای 1 ماه براشون باشه. anyway دم همتون گرم. امیدوارم که این ویدیوها بتونه به شما دوستای عزیز کمک کنه و اگر که دوست دارین که همچنان ویدیوها هر روز مثل قدیم به دستتون برسه یادتون باشه که به من مسیج بزنین و حالا با هم صحبت کنیم به جاش. دمتون گرم. آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. تا فردا. خداحافظ.